سلام دوستان، بریم برای بادسازی 132 آبی. اول میخوام ببرم شارژ. سلام دوستان، خسته نباشید. اومدیم برای بادسازی 132 آبی که بیشتر کاراش انجام دادم، فقط مونده این سقف و کاپوت و با جعبه و با کاپوت که آفتاب سوختگی داد. بعد الان هم میخوام ببرم شاسی هاشو درست کنم. ببینم اینا چه مرگشه که کامل جوش بده. این ور در آوردم لاستیک ببرم باد کنم. این ور خیلی اوضاعش خیت. نگاه، این ور اوضاعش خیت. از اینجا بهتون نشون بدم اگه دیده بشه. این از اینجا، این ورم اینجا رو میبینیم. نه ها، باید جوش همه رو باید جوش بده، اینجوری نمیشه که ماشین قرص و محکم بشه. لاستیکا رو کلن صاف کرده. خب این قسمت یک اولین ویدیو منه دیگه. جان داداش ساب کنید، لایک کنید. این غریاشو باید بگیره دیگه. کارمار زیاد داره. ببینیم این شکل اولیشه، ببینیم بعد چیکار میشه. عکساشو میزنم. خوبه رخش، ولی یک رنگ میخواد و یک جلوبندیش درست کنم، شاسیهاش درست کنم. ظاهری فقط، داخلی و گنال سویچار نیاره. اگه باز باشه بعد ظاهریش که داخلی اوکیه. حالا بازم عوض میکنم. ببینم تو کامنت ها چی مینویسین، چی میگین. این از این، این هم از این، این هم از این. چون ما جای زندگی میکنیم که گرمه، هوا کلن جرأت نداری بری بیرون. سیستان و بلوچستان عشق ما که این پلاک 95 هرچم همه شهرها همه پلاکا بالا. خب من فعلا برم لاستیک رو باد کنم، بیام ببندم لاستیکو که بعد ماشین رو ببرم جا صافکار. ببینم چیکار میکنم. اونجا کلیپ میگیرم، ویدیو میگیرم، ببینم میشه نمیشه چجوری داستان. چون چند روز مریض بوده استاد، واسه همین 2-3 روز اینجا افتاده. این بازه اصلا 10-20 روزه که منتظر استاد. خیلی بد شکسته. کلا ماشین میکشه این ور. بعد لاستیک سایی داشته. بعد کلا ماشین رو باید کلا برسم بشه، اینجوری نمیشه. خب فعلا این بود از ماشین. باید بریم برای بادسازی. دمتون گرم. خداحافظ.